روز یکشنبه در شهر غربی ادمونتون پلیس کانادا مردی را با اتهام عمل تروریستی بازداشت نمود که با حمله به افسر پلیس و مجروح نمودن 4 راهگذر متهم می شود. به قول مقامات ظاهرا فرد متهم با حمله ها در تنهایی دست به عمل زده است. در نشست مطبوعاتی نوار حمله ها نمایش داده شد. رئیس پلیس ادمونتون گفت که ابتدا راننده افسر پلیس را با ماشین زده، سپس با کارد به افسر پلیس حمله کرده است. بعد از آن این مرد تخمینا 30 ساله از مکان حمله فرار کرد، ولی نیمه شب هنگام تفتیش حجت‌های رانندگان یک افسر پلیس شناخته است که در سر چنبر ماشین بارکش او هاول راننده شبیه مسئول حمله به افسر پلیس نشسته است. راننده ماشین اوهاول سوار ماشینش کوشش کرد که از مکان تفتیش فرار کند. افسران پلیس از پس او رفتند و با گفته آنها در راه این راننده در خیابان جاسپر کوشش میکرد که راهگذرها را زیر کند. فعلا کمش 4 کس با جراحت‌ها به بیمارستان انتقال یافتند. سپس ماشین چپه شد و راننده را بازداشت کردند. تخمین می شود که هر دو حمله با هم رابطه دارند. با گفته مقامات حیات افسر مجروح پلیس در خطر نیست. درباره وضع سلامتی راهگذرهای زخمی اطلاعی بیشتر دسترس نشده است. خبرگزاری CBC کانادا نوشته است که در داخل ماشین فرد متهم پرچم گروه دهشت افکن دولت اسلامی یافت شده است. در صحبت با خبرنگار ریترز، منصبداران آمریکایی گفتند که نهادهای امنیتی ایالات متحده آمریکا سعی دارند تشخیص نمایند که مسئول حمله واقعا تنها بود و یا حمله را گروه از جمله دهشت افکنان دولت اسلامی راه اندازی کردند.